در ویدیوی قبلی در مورد تقلید صحبت کردیم و گفتیم تقلید در احکام واجب است و انسان در احکام شرعی بر اساس فتوای مجتهد عمل می کند و همچنین شرایط مجتهدی که از او تقلید جایز است را بیان کردیم. اگر آن ویدیو رو ندیدی لینکش رو بالای صفحه میذارم، میتونی بعد دیدن این ویدیو آن ویدیو را هم تماشا کن. اما از کجا بدانیم که چه کسی مجتهد است و کدام مجتهد اعلم و داناتر از بقیه است؟ در این ویدیو قراره در مورد راه‌های شناخت مجتهد و اعلم بودن مجتهد صحبت کنیم. اگر نمیدانید کدام عالم مجتهد است و کی عالم‌تر از دیگران است، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. 3 راه برای شناخت مجتهد و شناخت مجتهد اعلم وجود دارد. راه اول، خود انسان توانایی تشخیص مجتهد اعلم رو داشته باشد. خود انسان از اهل علم باشد و در حدی آگاه و عالم به دانش حوزوی و اسلامی باشد که بتواند تشخیص دهد چه کسی به مرحله اجتهاد رسیده و چه کسی از دیگر مجتهدان عالم‌تر و آگاه‌تر است. این راه مخصوص علما و تحصیلکردگان حوزه علمیه است. برای افراد عادی از این راه تشخیص ممکن نیست. تا اینجا این ویدیو چطور بود؟ اگر از این ویدیو داری چیزی یاد میگیری، حتما این ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم فعال کن تا ویدیوهای دیگر ما رو از دست ندی. بریم سراغ ادامه این ویدیو. راه دوم، 2 نفر که اهل تشخیص هستند تایید کنند. 2 نفر عالم عادل که توانایی تشخیص مجتهد و اعلم را دارند بر اجتهاد و اعلم بودن کسی شهادت دهند. یعنی اجتهاد و اعلم بودن کسی را تایید و تصدیق نمایند. البته شهادت 2 عالم در این موارد با 2 شرط قابل قبول است. 1. آن 2 عادل باشند و از روی هوا و هوس شهادت ندهند. 2. 2 نفر عالم عادل دیگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند. راه سوم، مشهور و شناخته شده باشد. در میان اهل علم اجتهاد و اعلم بودن یک شخص مشهور باشد. یعنی یک عده زیادی از اهل علم بگویند فلان شخص مجتهد است و اعلم است. در این راه لازم نیست عادل بودن آن عده ثابت شود. در عصر ما مجتهدین زیادی در حوزه علمیه نجف و قم و جاهای دیگر وجود دارد، اما تشخیص اعلم از میان مجتهدان موجود دشوار است. شما اگر از یکی از این 3 راه گفته شده مجتهد اعلم را تشخیص دادید، واجب است از او تقلید کنید و تقلید از مجتهد دیگر برای شما جایز نیست. اگر از این 3 راه به نتیجه نرسیدید و نتوانستید مجتهد اعلم را تشخیص دهید، وظیفه چیست و چیکار باید بکنید؟ در این صورت اگر یک مجتهد را احتمال می دهید که از بقیه اعلم است، از او تقلید کنید و اگر چند مجتهد را احتمال می دهید که از بقیه اعلم هستند و در میان آن چندتا تشخیص مشکل است، از یکی از آنها تقلید کنید. تقلید شما صحیح است. بیایید یک جمع‌بندی کنیم. مطالبی که در این ویدیو بیان کردیم در مورد تشخیص مجتهد و مجتهد اعلم بود. گفتیم 3 راه برای شناخت مجتهد و مجتهد اعلم وجود دارد. اگر از این 3 راه کسی نتوانست مجتهد اعلم را تشخیص دهد، از مجتهدی تقلید کند که احتمال می‌دهد اعلم باشد. به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر سوالی در این مورد داشتی، حتما در کامنت ها بپرس. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.